امیر حسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. خطاب من به شیعیان ایران است، آنان که هنوز در وادی گمراهی و ضلالت و شرک دست و پا میزنند و عقل خود را تعطیل کرده‌اند و به یاران و اصحاب شیطان گوش فرا می‌دهند. شیعیان عزیز، الله نور السماوات و الارض، چنگ بزنید به قرآن که نور است و هدایت و شفا. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. شما که میگویید پیرو حضرت علی هستی، علی رضی الله عنه هستید، آیا عکس حضرت علی را دوست دارید یا عمل او را به قرآن و اطاعت از خدا و رسولش؟ حضرت علی رضی الله عنه میفرماید الفرصت تمر مر السحاب فانتهز فرص الخیر. فرصت مانند ابری است که زود میگذرد، پس غنیمت شمارید فرصت‌های خوب را. دست از شرک و بت‌پرستی بردارید، رو به سوی توحید و یکتاپرستی بیاورید که الله نور السماوات و الارض است. العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. دست از این اعمالی که شرک‌آمیز است بردارید. می روید به زیارت امام رضا رضی الله عنه، از چماق دم در خادم حرم شروع میکنید به بوسیدن تا چارچوب در و ذریح و بعدم میرید دستمال میبندید و پارچه میبندید و نظر و نیاز میخواهید و از امام رضا طلب حاجت میکنید. بعدش هم که آخوندا بهتون یاد دادن که آقا اگه میخوای بری پیش رئیس جمهور، خب باید بری اول منشیشو ببینی. آقا این چه ربطی داره؟ در نماز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. دست بردارید از این کارها. یک کمی فکر کنید، تعقل کنید، عقل خود رو به کار بندازید، قرآن بخونید. عرضی ندارم و من الله توفیق. خدا حافظ شما. تشکر میکنم از بیننده عزیزمون آقای امیر حسین و از صحبت‌های جالبشون و پیام‌های متعددی که در طول هفته گذشته در پیامگیر شبکه گذاشت.